به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران. ما به جلسه دوم یا قسمت دوم بحث جنگل‌های هیرکانی رسیدیم. جنگل‌هایی که با خودش خیلی حرف داره. سعی می‌کنیم که آنچه که تجربه دانش بومی به بنده اجازه میده بتونم ادای مطلب کنم. ما در گذشته در جلسه قبل بحث اقلیم‌های کلام را کردیم. به این نتیجه رسیدیم که جنگل‌های هیرکانی 6 اقلیم کلان داره. یکی ناحیه ارسباران، بعد آستارا تا سپیدرود، سپیدرود تا بابالرود، بابالرود تا رودخانه ظالمرود، ظالمرود در زیارت و گلیداغ. و قرار شد در هر یک از این 6 ناحیه اقلیمی بحث ما این باشه که ببینیم نقش این اقلیم کلان چی هست، آیا با هم تفاوت داره یا نداره، که به نظر من تفاوت داشت و این تفاوت ها در گذشته دیده نشد چون بحث اقلیم رو ما نداشتیم. حالا میریم به ارسباران. ارسباران اقلیم کلانش اقلیم سرد نیمه خشک و سرد نیمه مرطوبه. یعنی یه اقلیم کلان داره که سطحش بیشتر از سطح جنگل 140,000 هکتاری فعلی هست که بقیهش از بین رفته، و در این اقلیم کلان دو اقلیم متوسط یا دو طبقه ارتفاعی یا دامنه ارتفاعی اقلیم خاصی رو با خودشون دارن که این اقلیم ها تنوع رویشی ایجاد کرده. یکی متصل به سند و سبلان هست و دیگری متصل به رود ارس. جنگل های مشرف به رود ارس که ناحیه شمالیش باشه بهترین معیار و بهترین کیفیتش اینه که خاکای واریزی داره. خاکای واریزی با اقلیم یعنی متوسط نیمه سرد نیمه مرطوب باعث شده که بلوط اوری بهترین بلوط نوایی رویشی جنگل‌های کشور بشه. یعنی مثل از ایران تورانی و ناحیه شمال هم بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه بلوط اوری سرماپسنده و سرمای خودش رو در ارسباران پیدا کرده، تنومند و بلند. و این بلوط‌ها همون بلوط‌هایی هستن که در جنگ با عراق ازش استفاده می‌شد. شب در اونجا نیروهای رزمنده اسکان می‌کردن، دشمن عرب میومد، طبل رو به صدا در می‌آوردن به قلعه بابک و از اونجا هم حمله الی آخر که همه می‌دونید. این بلوط‌های اوری متاسفانه در بعد از انقلاب به لحاظ نیاز زغال اکثرا قطع شدن و تک درخت‌های باقی موندن. این اقلیم تحت تاثیر این اقلیم بلوط ارسباران مختص خودشه. یعنی بلوطیه که علاوه بر تنومندیش شاخهاش ریسه های کوتاهی داره که زندیات دکتر جواشیر به درستی اینا رو مطرح کردن. ولی در شاخه های بلوط اوری ناحیه خزری و بعدش هم هیرکان ناحیه گلستان ریسه ها بلند میشه. در ایران تورانی همینطور. البته این بحث هم هست که چرا جنگل‌های زاگرسی بلوط اوری نداره. این بحثایی که من وقتی به زاگرس رسیدم خواهم گفت چرا این شکلیه، چرا ما بلوط اوری رو تا زاگرس نداریم. زاگرس عاملی بوده که بلوط اوری عاملی بوده که زاگرس رو از ایران تورانی جدا کنه. ما بتونیم تشخیص بدیم توی عرصه این جنگل زاگرسی است یا این جنگل ایران تورانیه. این به صورت پرانتز وارد شدم. اما این اقلیمی که تو این نیمه سرد نیمه مرطوب گونه‌های خیلی خوبی داریم. بلوط اوری، ماکرانترا، کورکوس ماکرانترا، شیردار افرام تو اینا دیده میشه و سیاه‌طلو، پالیوروس اسپینا کریستی. این سیاه‌طلو در جای دیگر مثل ارتفاع ارسباران نداره، به صورت درخشه داره، تقریبا داره به صورت درخشه شده. وقتی به ناحیه شرق که میریم گونه‌های جنگل‌های خزری رو ما در اینجا داریم.
ممرز، ملج، توسکا و فلان منهای راشت، چون راشت تأمل اقلیم سرد خشک را نداشت و همین دلیل ارسباران این ویژگی‌هاش همه شبیه جنگل‌های هیرکانی بوده و جزء هیرکانی هم هست. در اقلیم بالا که نایه سرد نیمه خشک تا خشک، اوری‌هاش یه پدیدن. چنین اوری رو جای دیگه ما نداریم، چون اوری سرماپسندن. به اضافه ارس در ناحیه منتعله این جنگل‌ها زیر سند سبلان اصلا دیگه دیدنی هست. و جالب اینه که در این ارس‌ها برخلاف ناحیه دیگر از ارس‌ها هیچ آفتی نمیتونه نفوذ کنه، چون از سرما و یخبندان از بین میره، بلافاصله از بین میره. در جای دیگه چنین چیزی نبوده. این دو تا طبقه اقلیم متوسط که جزء اقلیم کلان هست در داخل جنگل‌های ارسبارانی برای ما پدیده‌های زیاد ایجاد کردن. گونه‌هایی رو پدید آوردن که این گونه‌ها در دنیا انحصاری است که بدون توجه نشده. در گذشته درخت‌شناسی این شکلی بود. به نام درخت‌شناسی البته ما میگفتیم این گونه بلوطی به خاطر این برگش و فلان. اما وقتی ما نیاز درخت و پیام درخت رو بدونیم میشیم درخت‌شناس. قبلا آشنایی با درخت بود که هنوزم آشنایی با درخته. وقتی بگیم این آسپرولا گیاه علفی آسپرو چه نیازه، چه پیامی داره، با این رنگ چی میگه، با اون رنگ چی میگه، میشه چی؟ میشه گیاه شناس. آسپرولا رو شناختیم. ولی فقط میگیم آسپرولا، میشیم ما آشنایی پیدا کردیم با آسپرولا. در ارسباران چنین هست مثل سایر نقاط. ببینید چه گونه درختی رو برای ما این اقلیم ارسباران با خودش آورده. یک گونه‌ای مثل که کورکوس ماکرانتا رو عرض کردم انحصاری ارسباران هست. کورکوس پتراها یا کوموراوی، آق پلت یا بلوط سفید که بسیار زیباست، کوتاست و مهمتر این که گونه جونیپروس کمونیس که گونه پیرو باشه فقط در ارسباران بدن چوبی پیدا میکنه. همین گونه در جنگل‌های خزر و اون سمت میره تا گولیدا در ارتفاعاتش به صورت پشته است که میرسیم به اون حوضه‌های آبخیز. چون ارسباران حوضه آبخیز واحدی رو برای ما داره، در واقع این جنگل رو با خودش داره، ما بحث کمتری رو با خودش میبره. ولی اون سمت‌ها فرض بفرمایید از آستارات و سپیددود چند حوضه آبخیز داره، بحث اون بیشتره، بیشتری نیاز داره. گونه دیگه آردوش یه سوزنی برگ که برگای فلسی داره، ژونیپروس فیوتیدیسیما که برگش خیلی بدبوه. این انحصار باز ارسباران. ویبرنوم لانتانا هفتگول برگاش با خودش پیام داره، فصل‌ها رو به ما نشون میده. هم خانواده‌اش ویبرنوم آپولوس بوداق، گلهاش که زیبایی خاصی به ارسباران داده. اینا مختص ارسباران، انحصار ارسباران. دنیا هم واقعا در حیرته، ولی خوب ازش حمایت نشد که هیچ معرفی هم نشد، به درستی معرفی نشد. به نظر من جنگل هیرکانی به سازمان جهانی به درستی معنا نشد و به درستی هم معرفی نشد، چون کسانی که اومدن و به نمایندگی از کشورمون ارسباران جنگل هیرکانی رو معرفی کنن، جنگل هیرکانی رو نمیشناختن، دانش بومی نداشتن. حالا به تدریج که جلو میریم خواهید دید، ما در انتهای این بحث‌هایمون خواهیم دید که ما چقدر اطلاعات از جنگل هیرکانی پیدا کردیم و چقدر هم به درد میخوره که هر ایرانی خارجی بیاد میتونیم براش توضیح بدیم. بعد گونه‌های دیگه که ما داریم، من سیاه‌طلو رو عرض کردم که به صورت بازم درخشیار میشه، و نصران وحشی هم همینطور که این خیلی با ارزشه. نکته دیگر درختی به نام پر که زیبایش دیگه حتما دیدید، کوتیلوس کوژیگریا
این درخت واقعا میباید ازش حفاظت میشد و حفاظت مضاعف که چنین چیزی رو ما نداشتیم. ملاحظه میفرمایید که اقلیم ها چه نقش مهمی دارن، چطور میتونن گونه ها را بیافرینن و چطور میتونن تنوع زیستی ایجاد کنن و با خاک همزیستی بین گروه های درختی و علفی. به هر حال من تا اینجا زمانم به پایان رسیده و از اینکه توجه کردید سپاسگزارم. تا برنامه بعدی که بحث اقلیم کلان در آستارا، از آستارا تا سفیددود خواهد بود که شاید اون یکی 2 جلسه نیاز باشه، 2 جلسه همین 10 تا 15 دقیقه‌ای. و به هر حال سپاسگزارم از توجه همه شما عزیزان. خدا نگهدار.